و زندگی مریض بچه مریض تولید میکنه. زندگی مریض عمر آدم رو تلف میکنه. اگر این غده‌های سرطانی تو وجودتون هست خودتون رو تدریس کنید. احتیاط به هر چیزی، رفیق بازی، بی‌آری، فحاشی، بی تربیتی، بی ارزگی، خلف وعده، لجبازی، بی حیایی، کتککاری، منافسه و چشم همچشمی، شوخای رکیک، بی‌بندوباری، اعمال سبک و سخیف، فریاد کشیدن و عربده زدن، عصبانیت. چرا اسلام میگه مرد حق نداره برقصه؟ تا شده این سوال براتون پیش بیاد؟ اسلام میگه رقص زن بر زن حرام، رقص زن بر مرد حرام، رقص مرد بر زن حرام، رقص مرد بر مردم حرام. همش حرام، فقط یه رقص گفتن اشکال نداره، اونم زن براش شوهرش تو اتاق در بسته پرده کشیده 2 نفری زنه مثل دیوونه ها برقص. چون آدم عاقل نمیرقص، زنه برقصه، شوهرم تشویقش کنه. باریک مرد حق نداره با 2 کیلو سیبیل برقصه. آقا من از مکتب اسلام سوال میکنم، این که میخندید بخندید، اما مطالب دینی رو بشنوید و بدانید. آقا مکتب اسلام چرا زن برای شوهرش برقصد مرد نرقصد؟ دیگه این یک ریشه روانی دارد. مرد نباید یک کاری کنه که ابهت جلو زنش خورد بشه و رقص که به قول امروزی ها حرکات موزون وزنه انسان رو کم می کند. این در شأن مرد داشت 2 کیلو سیبیل خجالت. حالا بعضی که سیبیل ندارم که حالا التماس دارم بی سیبیل هاش هر کاری میخوان بکنم. من همیشه این شوخیه کردم، خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفت بابا این ریش و سیبیل رو اینقدر باید تیغ سوسمال لعنت الله علیه نتوانش دیگه صافش نه. چرا؟ چون شب وقتی تاریکه اتاق خاموشه چراغ نداره بچه بیدار میشه شیر میخواد، دست میکشه رو صورت، تو رو با ننه اشتباه میگیره و این بد است. ساعت 3 من شب بچه بیدار میشه بگه شیرم. اسلام میگه بابا قیافه مردم باید با زن فرق میکنه، لباس زن و مرد فرق میکنه. آقا یه سوال، چرا لباس زن پوشیدنش برای مرد حرامه؟ چرا؟ ولو برای شوخی یکی دامن همسرش رو یا مادرش رو یا خواهرش رو برداره به خاطری که 4 تا بخندن یه ادایی در بیاره، میگه شوخی کردی درست، اما این فعل حرامه. حق نداری آقای مرد لباس زنت رو ولو برای مسخره بازی بپوشی، حق نداری، حرامه. چرا؟ به خاطری که میخواد جلو مرد رو بگیره، یه ترمز برای مرد بگذاره، بگه بابا در شأن تو این کارا نیست. لباس زن و مرد فرق میکنه، بابا اون زن این مرده. لباس زن مستحب گل گلی باشه، رنگارنگ باشه تو خونه، بیرون باید با لباس مشکی، با رنگ مشکی، چون رنگ مشکی اباحت می آورد، رنگ مشکی صلابت دارد، رنگ مشکی رنگی است برای انسان تشخص می آورد. بی خود نیست کعبه را به لباس مشکی و پرده مشکی مزین کرده اند. لباس مشکی لباس سنگینی است و این که میگن برای اهل بیت در عزاشون لباس مشکی بپوشید، لباس مشکی فقط به معنای عزا نیست. در لباس مشکی 3 نکته است، یه نکتهش عزاست، اونم به عنوان آداب و رسوم، اما نکته مهمش استاد ما فرمود لباس مشکی برای اهل بیت پوشیدن در عزاشون این لباس تشخص است. یعنی ای عالم بدانید من نوکر حسینم، من نوکر حسینم و کسی که نوکر حسین است باید یک کاری که یزیدیست نکنه، یک کاری که در شأن نوکر حسینیست انجام نده. این لباس مشکی باید کنترلت کنه، مثل لباس خادمای تو حرم امام رضاست. هر کسی حق ندارد این لباس خادمی رو تنش کند. اگر کسی لباس خادمی تنش کرد باید رفتار او در شأن نوکر و خادم و غلام امام رضا.
لباس مشکی هم همطوره. وقتی تو حرم میرید فقط با یک مثلا نگاه حسرت‌آمیز از حسرت هم داره به لباس خادمای حرم نگاه نکنید. تو هم میتونی با لباس مشکی تو محرم و سفر و فاطمیه و عزاهای اهل بیت لباس مشکی تنت کنی و این لباس مشکی یعنی لباس خادمی، لباس نوکری. و اگر نوکر حسین شدی مواظب باش آبرو ارباب تو نریزی. زنم که میگن چادر مشکی و لباس تیره بپوشد تو جامعه بیاید به خاطر اینه که چشمها و چشمهای مریض متمرکز او نشود، چون هیچ رنگی مثل رنگ مشکی اینقدر جا پوشش ندارد. اما تو خونه زن باید لباس رنگارنگ تنش کنه. حق نداره لباس مشکی تن تو خونه زن حق نداره، به خاطر که شوهرش بخواد نگاش کنه لذت ببره، نه که وقتی نگاش میکنه 20 تومن کفاره بده. اگر زن تو خونه به وظیفش عمل نکنه، خانم ها با شما صدا منو میشنوید یا نه، یا اون کسانی که بعد فیلم و سیدیشو میبینید، من درست حرفم با شوخی میزنم ولی مهمترین حرفمو در قالب شوخی میزنم، نه اینکه سخیفترین حرف یا بی محتواترین حرفا میگم. من چون میدانم مردم و مستمعینم و خوب میشناسم، مردم اگر یک مطلبی رو داشته من لبخند بزنن دیرتر یادشون میره. لذا چون تو ذهنت بمونه دارم بهت میگم یکی از عواملی که مرد چرون میشه و چشمش دنبال زنهای مردم میره به خاطر اینکه زنش در خانه به خودش نمیرسه و این چشم مرد رو سیراب نمی کند از نگاه. لذا اسلام میگه خانم دستی نیاز شوهرتو چرون کن، لباس رنگی تنت کن، به خودت برس. چرا زن وقتی چانه دست میگیره موهاشو شونه میکنه، بچه میگه مامان میخوایم بریم مهمونی؟